سلام بچه ها، به چنل من خیلی خوش اومدین. این اولین لانگ ویدیوی منه. قبل از این لانگ ویدیو من 3 تا شورت ویدیو گذاشته بودم که این آخرین شورت ویدیوی من خیلی بهتر از خیلی بهتر از اون دوتا ویو خورد و انگیزه به من داد که این لانگ ویدیو رو بگیرم. خب اولا اینکه همینجور که از شورت ویدیوی آخرم معلومه من کنکوری بودم. خب و این ویدیو موضوعش اینه که من درباره کنکور صحبت کنم و خیلی هم دوست ندارم درباره این موضوع صحبت کنم، یا شاید این ویدیو باشه یا یه ویدیوی دیگه هم بگیرم و این موضوع رو ببندم، چون اصلا موضوع خوشایندی نیست واسه بچهای همسن من. ولی برای بعضی‌هاش خوشایند باشه، ولی برای من واقعا خوشایند نیست. خب موضوع ویدیو در مورد چیه؟ در مورد اینکه قبل از اینکه نتایج بیاد چه کار کنیم، سوال کنکور چه کار کنیم، در مورد کنکور کلا، و همچنین در مورد خودم صحبت میکنم. مثلا این در مورد اینم هست که مثلا قبل از اینکه نتایج بیاد یا حتی مثلا تا اینکه بخوایم بریم دانشگاه کجا بریم که مثلا اذیت نشیم و اینا، میخوام در مورد این موضوع باهاتون صحبت کنم. خب اولا اینکه خودم بهتون معرفی کنم، اسمم ستایشه، متولد 84 ام، فروردین 84 فروردینی هستم و تو یکی از شهرستان‌های استان بوشهر زندگی میکنم و 1 سالم پشت کنکور بودم. رشته‌م هم تجربی بود. خب فکر کنم یه بیوگرافی کلی بود. خب اولا اینکه درباره موضوعی بگم که بعد از اینکه کنکور دادید یه چند روز استراحت کنید. خدایی 2-3 روزی استراحت کنید و سعی کنید برید یه روز برین کافه، یه روز برین مثلا جاهایی که دوست دارید، یه روز برین کافه، یه روز برین خونه دوستتون، یه روز برین خونه دوستاتون، مثلا با هم فیلم نگاه کنید. سعی کنید با دوستایی برید، مثلا برین رفت آمد کنید که کنکوری نیستن، چون واقعا اگه مثلا با دوست مثلا پارسال مثلا با دوستان ارتباط داشتم که کنکوری بودن و مثلا وقتی میری پیشون درباره کنکور صحبت میکنن و تو هی بیشتر استرس میگیری و سعی کن با کسایی رفت آمد کنی که کنکوری نیستن. خودت برو آرایشگاه، اینا مخصوصا بگه بچهای کنکوری زیاد نرفتن آرایشگاه، نخوناتو بکار، مژه‌هاتو بکار، به خودت برس و این باعث یه انگیزه جدید میشه، مخصوصا تو دخترها، و با دوستات وقت بذار اینا. و یه سعی کنین یه کلاس زبان رو پیشنهاد واقعا نمیدونم تا الان داشتیم میخوندی واسه کنکور کلاس زبان، برید چیکار کنی؟ یکم برای کلاس زبان استاپ کن فعلا و سعی کنید یه کلاس ورزشی برید یا کلاس موسیقی، چون واقعا اینا باعث میشه که انرژی زیاد بشه. من خودم مثلا میرم کلاس ورزش، کلاس 2 میرم، خب باعث میشه که مثلا انرژیت، انگیزه، یه چیزی به آدم بده. ولی کلاس زبان باز میخوای دوباره برای زبان بخونی، الان داشتیم میخوندیم دیگه. زبان واقعا انگیزه اگه واقعا عاشق زبانی برید زبان بخونیم، ولی اگه زیاد عاشق زبان نیستین فعلا زبانو بذار کنار. این تجربه من و نظر شخصی من. خب و خیلی اینا تأثیر میذاره. مثلا من تأثیر امسال که مثلا این کارا رو انجام دادم با پارسالم که بعد از کنکورم داشتم مقایسه میکنم، خیلی خوبه. یا مثلا بعد از کنکور مسافرت بری، مثلا مسافرتی بری که مثلا چند وقتی از اون مسافرت، مثلا مسافرت مجردی خیلی واقعا بعد از کنکور جوابه. یا مثلا مسافرتی نری که مثلا حالا بری یه شهر دیگه که فامیل باشه و مثلا بری خونه یکی از فامیلاتون، نه، بری مسافرتی که خونه فامیل نباشه. این خیلی مهمه. خب نه که مثلا فامیل بده، ولی مثلا فامیل میپرسن کنکور چی کار کردی، کنکور فلان بوده، اینا یه کمی اذیت کننده است. ولی مثلا اگه بری یه جایی که مثلا گردشگری خیلی زیاد باشه، خیلی جوابه. جای گردشگری و مثلا جای دیدنی، این خیلی خوبه. خب و بعد از کنکور که شد یه چند روز استراحت میکنیم یا میریم مسافرت و اینا. بعد که اومدیم مثلا خونمون رسیدیم یه برنامه میرسیم واسه روزای بعد از کنکور تا نتایج بخواد بیاد و تا بخوای بری دانشگاه چی کار کنیم. این که مثلا بریم مثلا یه کتاب
یه کتاب بگیری. خب مثلا کتاب واقعا خیلی خوب، مثلا یه کتاب روانشناسی بگیری، خیلی تاثیر داره تو دوران بعد از کنکور. چون مثلا ما تو خودمون واقعا اگه واقعی کنکوری باشی، کنکور که مثلا خیلی بلا سر آدمی، چون تحت فشارهای متفاوتی قرار داری و روی روانت خیلی تاثیر میذاره. من دیدم مثلا دوستام قبل از کنکور با بعد از کنکور یا حتی خودم مقایسه میکنم، خیلی رویاتمون تغییر کرده. خب این خیلی تاثیره. کتاب روانشناسی یا پیش تراپی بریم، نمیگم تراپی واقعا رفتن یه چیز مثلا تو روانی میره پیش تراپی، نه اصلا اینجوری نیست. فکر کنم این موضوع بیشتر جا افتاد تو این برهه. واقعا به نظر من دانش آموزان کنکوری بعد از کنکور برن پیش تراپی خیلی تاثیر داره، چون مثلا تو دوران کنکورشون خیلی درونگراتر شدن، خیلی سر موضوعات خیلی کوچیک عصبی، مثلا من خودم خیلی سر موضوعات کوچیک عصبی کوچیک خیلی زود عصبی میشم واقعا. یعنی این واقعا بعد از کنکورم اتفاق افتاد. تو دوران کنکور داشتم برای کنکور میخوندم این اتفاق افتاد و رو موضوع کنکور، رو حرف کنکورم خیلی حساسم. خب مثلا بریم اینا رو درمان کنیم، این خیلی مهمه. کتاب بخونیم، کلاس ورزش بریم، کلاس رانندگی ثبت نام کنیم، اینا خیلی واقعا جوابه برای دوران بعد از کنکور تا بریم دانشگاه، خیلی جوابه. مثلا یه روز بریم خرید کنیم، لباس بگیریم. بیشتر به نظر من تو دوران بعد از کنکور مثلا رویم و روی خودمون وقت بذاریم خیلی بهتره. وقتی هم حالا چرا میگم نریم پیش خونه مثلا فامیل، دوستای کنکورتون، چون میخوان درباره کنکور صحبت کنن و تو خودت داری هی فکر میکنیم. به نظر من دانش آموزای کنکور، حتی خود من شب وقتی میخوام به کنکور فکر میکنم تا صبح، مثلا تمام توی سایت های تخمین رتبه هم درصدا میزنم، اینو میزنم، معدل نمراتو میزنم تا تراز به دست بیارم. خودم تمام به فکرشم. مثلا وقتی هم میری یه جایی میگی که کنکورتو چیکار کردی، فلان درستو چیکار کردی، نهایاتو چیکار کردی، و آره دختر من فلان شده، تو چطور شدی، فلانی، تو چه رشته‌ای میخوای بیای، چه رشته‌ای دوست داری، این رشته‌ای که تو دوست داری اصلا بازار کار نداره، دوباره میخوای پشت کنکور، نه این کارو نکنی یا واقعا کار خوبی نیست. به نظر من نری تو این محوطه و تو این محیط ها نری، خیلی بهتره. خب و توی محیط های برو که مثلا حرف این موضوعات نیست و بیشتر آرامش داشته باشی، توی محیطی باشی که آرامش داشته باشی و خیلی روانت آسوده باشه. امیدوارم که فهمیده باشید چی میگم. و سعی کنین اینم نگفتم، حتما نظر من خودم که دوست داشتم این کارو کنم، سر یه کار کوچیک برم که مثلا چون تو دوران کنکور روابط اجتماعی خیلی کمتر از قبل، حتی از دوران دبستان راهنمایی هم کمتر میشه، چون خیلی آدمای محدودتری میبینی. و به نظر من بریم مثلا یه سر کار کوچیک برو، مثلا برو یه ماشی یا جایی شو، مثلا برو نمیدونم هر کاری که میتونی انجام بدی برو، مثلا تو اون کاری که میتون حرفه که داری برو کار کن و سعی کن روابط اجتماعی تو قبل از اینکه بری دانشگاه قوی کنی. چون من خودم هم خیلی دوست داشتم که حتما سر یه کاری برم، مثلا منشی بشم یا مثلا کارهای ادمینی گیرم بیاد و اینا. خیلی دوست داشتم توی موضوع کار کنم و هنوزم پیگیر این کار هستم. واقعا خیلی جوابه. تو مثلا قبل از اینکه بری دانشگاه روابط اجتماعی خیلی قوی تر میشه، میتونی با آدمای مختلفی صحبت کنی که وقتی رفتی دانشگاه دیگه به این توی موضوع گیر نکنی و سختت باشه و اینم. و همین. واقعا چیز دیگه خاصی نبود. تا جایی که تونستم واقعا بچهای کنکوری رو راهنمایی میکنم بتونن واقعا تو این دوران سخت بهترین حال داشته باشن. چون واقعا تو این دوران هم خودت استرس داری، هم خانوادت استرس، و یکی بیاد به تو استرس بده، بعد یکی بیاد یه حرفی بزن حال تو بد شه. خب بهترین حال رو داشته باشین، بهترین رویه رو داشته باشین تو این دوران. و درباره یه موضوع دیگه که میخواستم بهتون بگم، من خودم واقعا دوست دارم یوتیوب رو شروع کنم. خب و امیدوارم که
اگه این ویدیو واقعا خیلی خوب ویو بگیره یه ویدیو دیگه درباره کنکور میسازم و بحث کنکور میبندیم و میریم دانشگاه، چون من خودم واقعا امسال دیگه میخوام برم دانشگاه، چون دیگه سال دیگه واقعا فکر کنم خیلی اوضاع بدتر باشه. یه اخبار جدیدی هم میاد که میگه کنکور میخوام مثل قبل برگزار بشه دیگه. نه من نمیدونم کارش ندارم، میخوام برم دانشگاه و هر رشته که شد میرم، خدایی میرم و دیگه دوست ندارم پشت کنکور باشم. نمیگم که پشت کنکور بده، ولی واقعا اگه انگیزه داری، واقعا اگه میتونی، داخل خودت میبینی تا شده پشت کنکور بمون. حالا 3 سال 2 سال بمون و اون رشته‌ای که دوست داری قبول شد. بوده بر من واقعا بوده 3 سال پشت کنکورم پزشکی قبول شدن، حالا داروسازی قبول شدن، حالا مثلا بینایی سنجی قبول شدن. هر چیزی که دوست داری واقعا این تو خودت میبینی وایسا. اگه تو خودت نمیبینی و میبینی درصداتم خیلی ضعیفه، نویس، برو دانشگاه. امیدوارم که از این ویدیو خیلی خوشتون بیاد و خیلی کمکتون کرده باشه و امیدوارم که از این ویدیو حمایت کنید. بای بای.